مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 از مرکز ناحیه وسه دور در دهه خوجغلطان جامعه دهوت به نام بایسف واقع گشته است. در این مکتب 220 نفر خوانندگان با تحصیل فرا گرفته شدند. خوشبختانه همین مرکز ملی تستی به خوانندگان ما یک درجه هوسمندی کرد که آنها فهمیدند که فقط با کوشش و غیرت خود، با دانش خود، این با های حقیقی خود داوطلب داخل شده می توانسته است. از این لحاظ سال گذشته از ختم کنندگان ما یعنی که 70% خوانندگان ما داخل شدند. این بود که نتیجه جوی خوشبختانه خوانندگان ما هوسمند گشتند. ختم کنندگان امسال ما سال گذشته را دیده باز هم کوشش و غیرت کردند که آنها هم نیست همه ختم کنندگان امسال تیار شوند و به مرکز ملی تستی حجت سپارند. ناگفته نماند که در دهه ما به نهایت دهه خرد هم که باشد با دختران زنانه احتیاج دارد. به خاطر این خوانندگان ما کوشش کرده ایستادند که در ختم کنندگان ما که در آموزشگاه‌های طبی تحصیل نموده آینده آمده در دهه خود همچون همشیره طبی کار و فعالیت نمایند. در این مؤسسه تعلیمی ختم کنندگان کسب آینده خود را انتخاب نمودند. برای داخل شدن به مکتب‌های عالی حجت‌هایشان را به نقطه به قیدگیری مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه به قید می‌گیرند. آرزو دارم که به کالج طبی شهری کلوب داخل شده امتحانات خود را با سر بلند سپارم و به کالج راحت بگیرم و در آینده دکتر نشده به خلق و وطن خود خدمت نمایم. در دهه خودتون؟ بله البته در دهه خودمان چون که دهه ما از ناحیه دور است و می خواهیم که در اینجا به بیماران توبت نموده خدمت نماییم. نقطه به خیرگیری 0307 مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه واسه در بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 واقع گشته است. به خیرگیری داوطلبان از روز 1 مارس در اینجا شروع گشته است. در نقطه به قیدگیری موادهای ترغیباتی موجود بوده. داوطلبان پیش از به قید گرفتن باری دیگر با قاعده‌های مرکز ملی تستی شناس می‌شوند. متخصصان مرکز به سوال‌های داوطلبان جواب می‌دهند. داوطلبان را متخصصان به قید می‌گیرند. در برابر دیگر معلومات‌ها امسال ایزی پنجه دست داوطلب گرفته می‌شود. پیش وقت ایزی دست گرفتن نمیشه، لیکن حاضر ما هر یک داوطلب ایزی دستش میگیریم تا که خب در همونجا مقصد هست از شخصانی که خب برادر هستن، اکا و دادر یعنی که فاطمه و زورا هستن ما همینها را خب با واسطه همین ایزی دستشون بهتر میشناسیم. برای به قیدگیری داوطلبان در نقطه به قیدگیری همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است. داوطلبان آزادانه با نوبت به قید گرفته می‌شوند. امروز ما با فرزندم برای سپردن حجت‌ها با مرکز ملی تستی که در ناحیه واسه عمل میکند حاضر شدیم، اومدیم برای سپردن حجت‌ها. به نهایت نزد قبول میکنند. این طرز اجرای قبول به نهایت خوب برآمده شده است. امسال بسیار بهبودی نسبت سالهای گذشته، چون که سالهای پیشتر ما 10 اختصاص انتخاب میکردیم، امسال 12 اختصاص انتخاب میکنیم. چنین نقطه به قیدگیری رو در مرکزی نزدیکترین برای شهروندان دهات تامین کردن شد از این هستیم و با اساسات صلح و وحدت ملی منتداری خود را بیان میکنیم. امروز ما آمدیم به ناحیه واسه که حجت‌های خود را به مرکز ملی تستی سپاریم و امروز طرز کار اینها خیلی بهتر هستند از گذشته ها، خیلی بهتر هستند و ما میتونیم که در ناحیه واسه هم حجت‌های خود را سپاریم و امتحان‌های خود را هم امسال در ناحیه واسه ما سپرده میتونیم. خیلی بهتر نسبت سالهای پیشتر خیلی خوب است. انا خوب میشید امیدا صفش زیادتر میکردن با داوطلبان به هر نقطه مجبور نمیشدن میرفتن، همش بهبودی میشید.
дар 10 рӯзаи аввали моҳи март дар нуқтаи ба қайдгирӣ 0307 маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восе 487 нафар довталаб аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба қайд гирифта шуданд. имсол зиёдтар аст, чунки аз 1 март аз 1 саршавиш аз оғози саршавиш то ин ҷониба 150-200 нафар аз 6-7 ноҳияи восеи худамона довталабонро қабул мекунем. шаҳри Кӯлоб ба инҷо меоянд, ноҳияи Муъминобод, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ноҳияи Темурмалик, ҳамаи онҳо меоянда мо онҳоро аз қайд мезгаронем. Бо навбат ҳар як кадоми онҳоро аз қайд мезгаронем. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои боз ҳам фароҳам овардани имконияти қулай барои довталабони деҳот дар ноҳияи восеи имсол нуқтаи супоридани имтиҳонҳоро мекушояд. гузориши Хоҷа Назриев Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.